یاسمین پهلوی توی سالگرد نیکا شاکرمی سخنرانی گذاشته و بلیت میفروشه. بلیت عادی برای هر نفر $150، VIP $250 و شام خوردن با خانم یاسمین پهلوی $450. یه وقت فکر نکنید اینا دنبال براندازی هستن، اینا کاسب براندازی هستن. اینا دوست دارن جمهوری اسلامی باشه، اینا دوست دارن که از این اپوزیسیون بازی کاسبی بکنن، پول در بیارن. یه وقت سرتون رو گول نمالن شاهزاده اینا کاسب براندازی هستن. حتی اگه برانداز هم باشید، جمهوری اسلامی هم قبول نداشته باشید، اینا به درد شما نمیخورد، بریزینشون دور. دیدید دیگه توی آمریکا رئیسی اومد سخنرانی کرد، رفت و اومد و 1000 تا کار انجام داد، اما اینا حتی حاضر نشدن پاشن بیان نیویورک، پاشن بیان یه حرکتی بزنن، یه تجمعی را بندازن. شماها رو شیر میکنن از عقب، بریزید کف خیابونا، فراخوان میدن، بریزید کف خیابونا، شلوغ کنید، بزنید، بکنید، اینجوری کنید، ال کنید، بل کنید. ولی خودشون تو نیویورک حاضر نشدن برن و اعتراضشون رو به گوش مردم دنیا توی سازمان ملل برسونن. هر سال دیدید مثلا منافقین و اینا جمع میشن اذیت میکنن. اینا همون کارم نکردن، یعنی حتی اندازه اینم حاضر نیستن هزینه بدن، دارن کاسبیشون رو میکنن، دارن بلیت میفروشن برای سخنرانی‌هاشون. $450 بدی با خانم پهلوی شام بخوری، نمیدونم $250 VIP بدی، سر کارتون نذارن.